یه سوالی هست که هر چند وقت یه بار تو دنیای خودرو میپیچه. نه. چرا پورشه، شرکتی که تایکان و ماکان الکتریکو ساخته، حاضر نیست تا این نسخه برقی از 911 وارد بازار کنه؟ انگار یه آشپز فرانسوی که تو کد رسونش غذای وگان سرو میشه ولی میگه استیکش دست نمیخوره. بذار این چیزی از همین اول بگم، این تصادفی نیست. یک تصمیم استراتژیک، مهندسی و حتی احساسیه که توی اولین قسمت جی تی ریویو ما دربارش حرف میزنیم. 1963 سال تولد یه افسانه. پورشه اسم اولیه‌شو گذاشته بود 901، سه رقمی وسط صفر. اما پژو، بله همون پژو خودمون که تو کوچه‌های تهران داره واشر میزنه، قبلا حق استفاده از فرمت عدد صفر عدد رو تو فرانسه ثبت کرده بود. پورشه هم مجبور شد صفر وسط رو با یک عوض کنه. یعنی اگه پژو اون روز شکایت نکرده بود الان داشتیم میگفتیم چرا 901 برقی نمیشه. البته خیلی هم اسم با کلاسی نبود، چون یاد واشر زدنهای پژو میافتادیم. از همون روز اول یه فرمول ثابت داشت: موتور 6 سیلندر تخت باکسر، محور عقب و خنک شونده با هوا. یه چیدمانی که از نظر مهندسی کلاسیک دیوونگیه. موتور بیرون از محور عقب، یعنی توزیع وزن عجیب، یعنی رفتار دینامیکی غیر معمول. ولی همین دیوونگی شد امضای پورشه. سالها گذشت و 911 نسل به نسل عوض شد، ولی روحش عوض نشد. تا اینکه سال 1998 یه اتفاق بزرگ افتاد. نسل 996 اولین 911 خنک شونده با آب بود که خیلی از پورشه بازای قدیمی اون روز رو روز عزا میدونن. اونا میگفتن روح 911 رفت. انگار قرار بود از فردا با آب نبات چوبی رانندگی کنه. اما پورشه ثابت کرد که میشه تکامل داد بدون اینکه هویت رو از دست داد. از 996 تا 997، 991 و حالا 992 هر نسل قدرتمندتر، ایمن‌تر، تکنولوژیک‌تر شده. اما یه چیز ثابت مونده: 6 سیلندر باکسر، عقب نشین و 60 و چند سال یه فرمول. بیایم سال 2026. الان لایناپ 911 یکی از متنوع‌ترین دوران تاریخشه. از پاییز شروع می‌کنیم. کریرهای پایه با یه مدل توربوی دوقلوی سری 3 حدود 388 اسب بخار، بعدش هم کریرا اس با نزدیک 473 اسب بخار و کریرا فورس که امسال با سیستم 4 چرخ محرک برگشته. اما اتفاق جالب اینجاست، جی تی اس دیگه فقط بنزینی نیست. مدل جی تی اس الان با یه سیستم هایبریدی به اسم تی هایبرید میاد. یه موتور 3.6 لیتری با یه توربوشارژر الکتریکی و یه موتور الکتریکی داخل گیربکس. حالا نتیجه چی شد؟ 532 اسب بخار و 80 به 0 کمتر از سزانیه. بالاتر میریم. توربو اس که با همین تکنولوژی تی هایبرید به 701 اسب بخار رسیده، قدرتمندترین 911 تولیدی تاریخ. و برای ماشین بازها، کسایی که میگن من فقط موتور طبیعی میخوام و حاضرن سر یه توربوشارژر اضافه با شما دعوا کنن، جی تی 3 با اون خط قرمز دور موتور 9000 دور در دقیقه در دو نسخه گیربکس دستی و پی دی کی و نوکرم جی تی 3 آر اس با آیرودینامیک وحشی و سیستم دی آر اس. پس ببینید چه تصویری داریم. پورشه یواش یواش برق رو وارد 911 کرده، اما فقط به شکل هایبرید سبک و نه برقی خالص. این خیلی مهمه که تو ذهنتون بمونه، چون دقیقاً همین جاست که بحث اصلی شروع میشه. خب بریم سراغ سوال اصلی. اول از همه خود برند پورشه رسما و روشن‌ترین شکل ممکنی رد کرده. مدیر عامل فعلی پورشه میشل لاتیوس تو مجمع عمومی سالانه شرکت گفته که هیچ وقت 911 کاملا برقی وجود نخواهد داشت. نه فعلا نه شاید بعدا. خیلی رک و پوست کنده گفت هیچ وقت. اون سیستم هیبریدی هم که تو جی تی اس و توربو اس هم دیدیم به عنوان پل موقت به سمت برق کامل توصیف نشده و از گفتش این سیستم هیبریدی یه بخش دائمی و بنیادی از آینده 911 محسوب میشه، نه یه محله گذار. اما این تصمیم پورشه بی‌دلیل نبوده و چند تا عوامل باعث شده. دلیل اول هویت مهندسی. 911 که آخرین ماشین‌های اسپورت واقعی موتور عقبه که هنوز داره تولید میشه، چون اکثر رقباش موتور جلو هستن مثل موستانگ یا موتور وسط مثل اکثر فراری ها و لامبورگینی های مدرن. یعنی موتور رو گذاشتن دقیقاً جایی که کتاب‌های درس مهندسی میگیره که پورشه از همون اول درسی رو نخوند. این چیدمان عجیب و غیر منطقی همون چیزی که 911 رو میکنه 911. یه ماشین برقی خالص نیازمند یه بسته‌بندی کاملا متفاوته، باتری بزرگ، موتور الکتریکی، توزیع وزن جدید. این عملاً با هویت فیزیکی 911 رو از نو تعریف کنیم که برای پورشه غیر منطقیه.
یعنی مهندسان مجبورن با محدود فضایی وحشتناک کار کنن تا شکل و وزن 911 عوض نشه. حالا تصور کنیم بخوام یه باتری برقی خالص با برد قابل قبول جا بدیم. باتری امروز برای این کار خیلی سنگین و بزرگن و پورشه صریحا گفته نمیخواد بسته بندی و توزیع وزن 911 رو عوض کنه، چون همین توزیع وزنه که رفتار افسانه این ماشین رو میسازه. بازار مشتری دل سومن. اینجا داستان جالب تر میشه چون مورد خودمه. پورشه واقعا روی برقی سرمایه گذاری میکنه و ما تکذیب نمیکنیم. تایکان ماکان الکتریک، اما نتیجه چی بود؟ پورشه تایکان مدام افت میکنه و ماکان الکتریک و کاین الکتریک هم نتونستن مشتری سنتی و محافظکارانه پورشه رو کاملا قانع کنن، چون بحث پورشه فرق میکنه. مشتری 911 یه آدم خاصه، یه آدمی که ماشین دوست داره، کسی که به صدای اگزوز برای لرزش موتور و اون ارتباط آنالوگ پول میده. نباید صدای فیک بره سر کار و خودشو گول بزنه، صدای V8 داشته باشه. گرفتن این تجربه واقعی و گذاشتن یک صدای فیک ریسک ناراحت شدن طرفدارای واقعی و اساس رفتن مشتری ها هم به دنبال داره. اما پورشه هم یک برنامه و استراتژی داره که به دلیل چهارم تبدیل شده به اسم استراتژی 2035. تو این برنامه پورشه داره محصولش رو ساده تر میکنه و متمرکزتر و حتی بعضی از تنوع تایکان رو توی بازار آمریکا حذف کرد. هدف اینه که 911 تنها مدل پورشه اونه که هیچ وقت نسخه کاملا برقی نمیگیره، در حالی که کاین و ماکان و مدل های آینده به سمت برقی شدن میرن. حتی برای 718 کیمن و باکسر نسخه بعدی قرار نسخه برقی هم داشته باشه، چون 700 شده نسخه بنزینی هم خواهد داشت. پس 911 عملاً تبدیل میشه به آخرین سنگر موتور احتراق داخل کل خانواده پورشه. هرچند به نظر من در آینده نسخه برقی هیبریدی حتی احتراقی خالی هم پورشه داشته باشه برای ماکان و پانامرا و 718. شما چی میگید؟ پس داستان اینه که 911 برقی نمیشه، نه چون پورشه بلد نیست برقی بسازه، بلکه دقیقاً برعکس، چون پورشه میدونه چطور برقی میسازه و میدونه که برق کامل 911 رو دیگه 911 نمیکنه. هیبرید آره، برق خالص هیچ وقت، حداقل تا وقتی که این حرف از دهن مدیر عامل خودش رو بیرون اومده. اما سوال آخر برای شما، اگه یه روز پورشه مجبور شد به خاطر قوانین آلندگی 911 رو کاملا برقی کنه، هنوز اسمش 911 میذاره یا با اسم جدید عرضه میکنه؟ حتما تو کامنت ها بگین و لایک و ساب و کامنت هم فراموش نشه. و توی ویدیو دیگه خداحافظ.